سلام دوستان، امروز اومدیم با آموزش نصب ماینکرافت جاوا روی موبایل. میری تو گوگل و این عبارت رو سرچش میکنیم: دانلود فوجاو لانچر. اولی رو میزنیم، میایم پایین، اینجا دانلود فوجاو لانچر رو میزنیم. من که قبلا دانلودش کرده بودم، شما دانلودش میکنیم و اینجا تو میاد، اینو میزنیم، اینجا این فلشه رو میزنیم، اینجا کریت نیو پورت رو میزنیم. اگه دوتا گزینه اومد به سبز، دومی رو بزنیم و اینجا وانیلا رو انتخاب میکنیم، یه اسم مینویسی، یه چیزی بنویسی و اینجا هم ریلز رو بنویسی، انتخاب میزنی ریلز و سرور ورژنت رو انتخاب میکنیم. مثلا من میزنم 1.24 و اینجا شروع کنید رو میزنیم، اینجا این فلشه بزنیم، داره دانلود میشه، در حال دانلوده. بعد اینکه دانلود شد خودش به صورت خودکار میاره، فقط یه لحظه، 1 دقیقه 2 دقیقه اینجا میشینیم تا دانلود بشه. واسه من که دانلود شد. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. لایک و ساب یادت نره، ممنون میشم لایک کنی. مرسی.